که سوالی کرد از من یک نفر از قوم مسئولین که این تحریم ها خوب است یا بد شاعر بیدین. به او گفتم یقینا بد. نمیبینی معیشت را؟ به من گفتا که معنی کرده ای شاعر خریت. شما بالفرض مسئول کلان دولتی هستی، قرار وام و قرض گنده ای با بانک میبستی. بگو آیا شود وارد کنی لپتاپ؟ گفتم نه. اپل یا بنز یا لیف و کمی دوشاب؟ گفتم نه. خلاصه هرچه جنس خوب از با تا به حرف میم ورودش غیر ممکن گشته، زیرا گیر تحریمی. ولی من میتوانم پول خود را میدهی تا من بچینم بنز پیش چشمهایت مثل یک خرمن. به نرخ خون باباهایمان با شکل قانونی به مردم میفروشیم، از نخود تا کیسه و گونی. تمام قسطهای وام خود را هم بپردازی بماند 100 برابر پول آن. حالا شما قاضی که این تحریم ها خوب است یا بد. شاعر بیدین. به او گفتم که خوب اما بهر مسئولین.